الآل نور من سراج محمد، والصحب نثر يديه بالأطياب، رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما عزیزان بودم، درباره وصلت هایی که در میان آل زبیر و آل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، یعنی اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم صورت گرفته بود، مطالبی رو بیان کردم در قالب معرفی چندین نمونه از وصلت هایی که در میان این دو خانواده صورت گرفته بود و تقریباً 8-9 مورد رو از این وصلت ها رو خدمت شما بیان کردم. و این وصلت هایی که در میان این دو خانواده، یعنی آل زبیر ابن عوام و آل علی ابن ابی طالب صورت گرفته بود، اینها نشانگر این مطلب هست که در میان این دو خانواده نه تنها دشمنی وجود نداشته، نه تنها کینه و بغض و عداوتی وجود نداشته، بلکه برعکس محبت وجود داشته، مهر و عطوفت وجود داشته. این دو خانواده در ادوار متوالی و در زمانهای پی در پی و متعاقب با همدیگر وصلت‌هایی را انجام دادند. روابط حسنه‌ای در میان این دو خانواده حاکم بوده و این نشان از ایمان آنها دارد، نشان از تقوای آنها دارد، نشان از این دارد که این دو خانواده کاملا هر دو خانواده مؤمن هستند، ایماندار بودند. در زمان آبا و اجدادشون ایمان آوردند، در زمان فرزندان و نوه ها هم بر اون ایمان باقی ماندند. هر دو خانواده های پاکی بودند، طیبی بودند که شایسته همدیگر و همکف و همشأن یکدیگر بودند. بدین خاطر هست که میبینیم در میان فرزندان زبیر و علی ابن ابی طالب وصلت های انجام گرفته، در میان نوه ها و نتیجه هایشان در زمانهای آینده و بعد از این بزرگواران میبینیم که باز هم این وصلت ها همچنان ادامه دارد. که این وصلت ها که صورت گرفته، اگر ما با دیده انصاف بنگریم و واقعیت های موجود را که در آن زمان بر این دو خانواده حاکم بوده مد نظر قرار بدهیم، قطعاً به این نتیجه می رسیم که این همه دشمنی که امروزه بیان می شود، این همه عداوت و کینه‌ای که امروزه در میان این دو خانواده به تصویر کشیده می شود، اینها هیچ گونه واقعیتی را نداشتند. گرچه زبیر و علی رضی الله تعالی عنهما از نظر سیاسی با همدیگر اختلاف نظر داشتند و روی یکدیگر هم قرار گرفتند، اما این اختلاف نظر و دیدگاه سیاسی هیچگاه منجر نشد که این دو خانواده از همدیگر فاصله بگیرند و همدیگر را رها بکنند، بلکه برعکس میبینیم که همچنان با همدیگر وصلت کرده اند. حتی بعد از جنگ جمل و رویارویی جمل باز هم میبینیم که این دو خانواده ارتباط خودشان را همچنان با همدیگر حفظ کردند و دوست و خویشاوند نزدیک یکدیگر بودند و این وصلت ها را همچنان انجام میدادند. من در جلسه قبل این تعداد زیادی از این وصلت ها رو بیان کردم. به طور مثال درباره فرزندان امام حسن و حسین من مطالبی رو عرض کردم که سکینه دختر امام حسین همسر مصعب بن زبیر بود، ام الحسن دختر امام حسین باز هم همسر عبدالله بن زبیر بود، فرزند دیگر زبیر. رقیه دختر امام حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما همسر عمرو بن زبیر بود. میبینیم که 3 نفر از فرزندان حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه دامادهای امام حسن و حسین هستند. این از یک طرف، یعنی این که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم
و خانواده حضرت علی، فرزندان حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به فرزندان زبیر ابن عوام زن دادند. اگر واقعا زبیر خودش کافر بود، مرتد بود، فرزندانش هم مانند پدرشون در یک مسیر قرار داشتند و این خانواده خبیثه‌ای بود و مناسب اهل بیت نمی بود، هیچگاه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون هم بزرگانشون، سیدا شباب اهل الجنه، سرور جوانان بهشت امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما، هیچگاه حاضر نمی شدند که با خانواده زبیر و فرزندان زبیر این وصلت ها را انجام بدن. هم به آل زبیر زن دادند و هم از آل زبیر زن گرفتند. مانند این که نمونه هایی رو من قبلا بیان کردند که حسین فرزند حسن ابن علی از آل زبیر زن گرفته بود. همچنین حسین اصغر فرزند امام زین العابدین علی ابن حسین میبینیم که باز هم از آل زبیر زن گرفته و موارد دیگری رو که من خدمت شما بیان کردم. این نمونه ها نشانگر این هست که این دو خانواده کاملا همدیگر را کف خود میدانستند و ما قطعا معتقد به این هستیم که حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و همچنین فرزندانشون جز انسانهای پاکیزه‌ای بودند و جز طیبین هستند. قطعا انسانها اونگونه که قرآن بیان کرده که طیبات یعنی زنهای پاک سرشت و نیکو مخصوص مردان پاک هستند و طیبون للطیبات و مردان پاک مخصوص زنان پاکیزه هستند. هیچگاه یک انسان پاک نمی رود از یک خانواده ناپاک و از یک شجره خبیثه همسری را برای خودش انتخاب بکند. قطعا هر دو این خانواده های با ایمانی بودند، خانواده هایی بودند که اساس برخوردشون، اساس رفتارشون، اساس وصلت هایی رو که انجام میدادند ایمان بوده و ملاکشون در این زمینه ایمان و اخلاق بوده. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا اتاکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه، اگر کسی نزد شما اومد به عنوان خواستگاری از دختران شما که دینش و اخلاقش مورد رضایت شما بودند، اون را قبول بکنید. فزوجوه، دخترانتون را به اون خانواده بدهید. قطعا اگر مصعب بن زبیر، عبدالله بن زبیر، عمرو بن زبیر اگر از نگاه و از جنبه دینشان، ایمانشان و اخلاقشان مورد تأیید امام حسن و حسین نبی بودند، هیچگاه اینها را به عنوان دامادهای خودشون نمیپذیرفتند. هم به اونها دختر دادند و هم از دختران اونها همسرانی رو برای خودشون انتخاب کردند. اینها نمونه هایی بودند که من در جلسه قبل خدمت شما بیان کردم و در جلسه امروز هم باز هم مواردی دیگر رو از این قبیل خدمت شما بیان خواهم کرد که تمامی اینها نشانگر این هست که در ادوار مختلف و در زمانهای بعد از زبیر و علی رضی الله تعالی عنهما باز هم این روابط صمیمانه و این وصلت ها همچنان وجود داشته و این نشان بر این هست که این همه دشمنی که تعریف می شود، این همه بغض و کینه‌ای که امروزه تبلیغ می شود که در میان این دو خانواده وجود داشته، اینها افسانه‌ای بیش نیست. وگرنه ما در واقع متهم میکنیم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را، یعنی اون کسانی که معتقدن در میان این دو خانواده دشمنی بوده، عداوت بوده، یکدیگر را بد میگفتند، دشمن یکدیگر بودند، اونها در واقع اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را متهم به این میکنند که اهل بیت نمیدانستند با چه کسانی ارتباط برقرار بکنند، دوست و دشمن خودشان را تشخیص نمیدادند و نادانسته میرفتند با دشمنان خودشان این وصلت ها را انجام میدادند که قطعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم از چنین اتهامی و از چنین موردی پاک و مبرا هستند، بلکه واقعیت این بوده که این دو خانواده با همدیگر دوست بودند، صمیمی بودند و همکف و همشأن یکدیگر بودند. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله باز میگردم و مطالبی دیگر و نمونه های دیگر از این وصلت ها را خدمت شما عرض خواهم کرد.
پس بر بینندگان عزیز و ارجمند، همون گونه که قبلا عرض کردم، در میان آل زبیر و آل علی ابن ابی طالب و آل رسول الله صلی الله علیه و سلم وصلت هایی انجام گرفته که این وصلت ها واقعا به معنی حقیقی کلمه وصلت هست، یعنی این که این دو خانواده را در ادوار مختلف به همدیگر نزدیک کرده و به همدیگر متصل کرده و این اتصالی که وجود داشته از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که قبلا عرض کردم که خود زبیر پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و این اتصال در واقع آغاز شده. این اتصال همچنان وجود داشته در زمان حضرت علی و در زمان فرزندانش حضرت حسن و حسین و همچنین در میان نوادگان و نتیجه هایشون همچنان این ارتباط باقی مانده و تفاوت دیدگاه سیاسی هیچگاه باعث انقطاع این وصلت ها و این روابط صمیمانه نبوده. یکی دیگر از نمونه های وصلت در میان آل زبیر و آل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه این است که فاطمه دختر علی ابن ابی طالب که مستقیما فاطمه دختر حضرت علی ابن ابی طالب و خواهر امام حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما، این فاطمه همسر منذر فرزند عبیده و عبیده هم فرزند زبیر ابن عوام هست. میبینیم که بعد از این که زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه از دنیا میرود و بعد از اون فرزندش هست عبیده ابن زبیر و اضافه بر این یعنی یک قدم جلوتر یک نسل بعد از اون هم منذر ابن عبیده باز هم میرود خواستگاری میکند از دختر علی ابن ابی طالب، باز هم قبول میکنند منذر ابن عبیده را به عنوان شوهر برای فرزند و دختر حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. این مطلب را مصعب زبیری هم ذکر کرده و میگوید که و کانت فاطمه بنت علی عند محمد ابن ابی سعید ابن عقیل، میگوید ابتدا فاطمه دختر حضرت علی همسر محمد بود، محمد هم فرزند ابو سعید ابن عقیل برادر حضرت علی رضی الله تعالی عنه. فولدت حمیده، فرزندی آورد به نام حمیده. ثم خلف علیها سعید ابن الاسود ابن ابی البختری، شوهری دیگری گرفت به نام سعید ابن الاسود و برای اون هم فرزندانی به دنیا آورد. فولدت له بر و خالده. ثم خلف علیها المنذر ابن عبیده ابن الزبیر ابن العوام، و شوهر سومی را که انتخاب کرد و با آن ازدواج کرد منذر بود. منذر هم نوه حضرت زبیر ابن عوام، منذر فرزند عبیده و عبیده فرزند زبیر ابن عوام هست. این مطلب را در کتاب نسب قریش خودش آورده صفحه 46. و همچنین در یکی دیگر از نسب شناسان معروف ابن تخدقی میگوید و فاطمه الکبرى، و فاطمه کبرا دختر حضرت علی رضی الله تعالی عنه، میگه لکلبیه کانت عند ابی سعید، یکی از مادرش از کلبیه بود و همسر ابی سعید ابن عقیل بود. فولدت له جمیله ثم خلف علیها سعید ابن الاسود البختری فولدت له بر و خالده، همون مطلبی که قبلا بیان شد. ثم خلف علیها المنذر ابن عبیده ابن الزبیر ابن العوام، و شوهر بعدی که گرفت منذر بود فرزند عبیده و عبیده هم فرزند زبیر ابن عوام. این ازدواجی هست که در همون صدر اول انجام گرفته، همون گونه که فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه حسن و حسین دخترانشان را به آل زبیر دادند. میبینیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه یکی از دختران خودش را و یکی از دختران حضرت علی را میبینیم که باز هم یکی از آل زبیر، یعنی نوه حضرت زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه ازدواج کرده. پس بنابراین در میان این خانواده اگر واقعا دشمنی بود، اگر واقعا کینه و عداوت بود، اگر واقعا نسبت به هم دیگر دیدگاه مناسبی رو نداشتند و نظر خوبی رو نمی داشتند، هرگز این وصلت ها به این اندازه صورت نمی گرفت. امکان دارد انسان یک مرتبه اشتباه بکند، یک وصلتی صورت بگیرد، اما بعد از این اگر متوجه بشود که این خانواده مناسبی نیست، وصلت های دیگر هیچ توجیهی ندارد.
قطعا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم این گونه نبودند که دوست و دشمن خودشان را نشناسند، بلکه بر اساس دوستی که با آل زبیر داشتند، بر اساس شناخت و معرفتی که با آل زبیر داشتند، این همه وصلت را انجام دادند. این وصلت ها فقط منحصر به فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه در اون زمان نبوده، بلکه همون گونه که قبلا عرض کردم در زمانهای متمادی و پی در پی باز هم این وصلت ها صورت گرفته. حتی در چندین نسل بعد نگاه بکنیم باز هم این وصلت ها وجود دارد، به این معنی که اختلافات سیاسی که در میان بزرگان این دو خاندان یعنی زبیر و علی وجود داشته هیچگاه باعث نشده که این دو خانواده را از همدیگر جدا بکند. به طور مثال میبینیم که ابراهیم فرزند حسین ابن علی، ابراهیم فرزند حسین و حسین ابن علی و علی ابن حسین، حسین ابن علی ابن ابی طالب، یعنی چندین نسل بعد این فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه. حسین هست، حسین هم فرزند دارد به نام علی، علی که زین العابدین هست، زین العابدین فرزندی دارد به نام حسین، حسین فرزندی دارد به نام ابراهیم، یعنی 4 نسل بعد، یعنی 4 فرزند بعد باز هم میبینیم که ازدواج های صورت گرفته. این ابراهیم فرزند حسین ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب میبینیم ازدواج کرده با بریکه. بریکه دختر عبیدالله هست، عبیدالله فرزند محمد هست، محمد ابن منذر هست، منذر ابن زبیر هست، یعنی 4 نسل بعد بعض هم میبینیم که این واقعا این وصلت ها همچنان ادامه دارد. این مطلب را در کتاب نسب قریش صفحه 75 این وصلت را در واقع اثبات کرده. همچنین وصلت دیگری را باز هم میبینیم، یعنی در قرون به اصطلاح آینده بعد از حضرت علی و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنهما میبینی که فرزندان و نوه‌ها و نتیجه و نویره هایشون باز هم با هم دیگر ازدواج کردند. محمد که معروف است به نفس زکیه فرزند عبدالله المحض که عبدالله محض هم میدانیم که فرزند حسن مثنا هست، حسن مثنا فرزند امام حسن مجتبی فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه. یعنی حسن مثنا امام حسن فرزندی دارد به نام حسن مثنا، حسن مثنا فرزندی دارد به نام عبدالله المحض، عبدالله المحض فرزندی دارد به نام محمد. 4 نسل بعدش باز هم میبینی که با فرزندان زبیر و آل زبیر این وصلت ها انجام گرفته که محمد صاحب نفس زکیه ازدواج کرده با فاخته دختر فلیح ابن محمد ابن منذر ابن زبیر ابن عوام. این وصلت هایی هست که در اعماق تاریخ چه در گذشتهش نگاه بکنیم و در آینده میبینیم که بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه این وصلت ها همچنان ادامه داشته. بعد از درگیری هایی که وجود داشته، بعد از این اختلاف نظرهایی که وجود داشته، باز هم این اختلافات در میان آل زبیر و آل علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهم اجمعین وجود داشته که این نشانگر از عمق محبت و عمق روابطی هست که دارد که در میان این دو خانواده وجود داشته و هیچگاه این تقسیم بندی های سیاسی و اختلافات سیاسی و این جریان فتنه‌ای که در میان اصحاب اتفاق افتاد از جانب بدخواهان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، این فتنه ها باعث نشد که این خانواده ها را از همدیگر جدا بکند، بلکه همانندی که در زمان اجدادشون با همدیگر و به همدیگر پیوسته بودند، همچنان در زمان فرزندان و نوه ها و نتیجه و نویره ها باز هم میبینیم که با همدیگر این ارتباط را حفظ کردند و این واقعا نشان از محبت و این صمیمیتی دارد که در میان این بزرگان وجود داشته و با همدیگر همون گونه که قرآن اونها را در واقع تعریف کرده که رحماء بینهم بودند، یکی از نمونه های رحماء بینهم و یکی از مواردی که رحمت را به اصطلاح آشکار می کند و واضح می کند که اینها با هم دیگر صمیمی بودند، همین وصلت هایی بوده که در میان اونها انجام گرفته. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالب دیگر رو عرض می کنم، تمامی شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب
رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغابي. خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب. رحماء بينهم ولكن في الوغى